سلام خدمت شما دوستان عزیز. میریم واسه جمع کردن منتاژ کردن یه چهارپایه به صورت 8 قطعات رو که آماده کردیم. البته میخوایم آماده کنیم اینا همه باید به این صورت زاویه بری شده باشه برای منتاژ و زبونه هاش. اینا فاقا هستن، اینا زبونه هستن. 3 تا سایز داریم. این سایز مال بالا، این قسمت ها مال پایین و وسطش. میریم با هم دیگه برای منتاژ کردنش. چسب چوب، خدمت شما عرض کنم زاویه به این صورت باید، چون میخوایم پایین 8 قرار بگیره، زاویه کم بیشتر سمت پایین قرار میگیره. همیشه چکشمون رو گم. دوستان چسبا رو به اندازه بزنید، اضافه هم بکنید بزنید، بیشتر از چیز بزنید 100% شوره میکنه میریزه بیرون. بکنید که زیاد کثیف کاری نشه، سعی کنید چسبتون رو به اندازه بریزید. دو طرفش
نیمه کار جمع کنین، یعنی اینا رو چسب بزنین، گیرش رو ببندیم بذارین خشک بشه. بعد مرحله بعدی طرف دومش رو ببندین. حالا ما به خاطر اینکه مونتاژ کامل رو ببینین یک دست کار رو انجام میدیم. این تکمیل شدهش هستش. میریم واسه یه گیره بستن. گیره ها رو سفت و کامل میبندیم. یه دونه گیره واسه بالا پایینشون ارتفاع کوتاه هستش کافیه. امیدوارم مفید باشه، بتونی استفاده کنی. البته تو ویدیوهای بعد قطعات و اندازه و قطعات که به این صورت در میاد و براتون حتما میذارم. ممنون از نگاه های زیبایشون.